دکتر سیمور میں سوال بعدی ایشه که بلوچستان راجی زرمبش وتی دیوان یک کمیته به نام کمیته دفاع از حقوق بشر ارکوتک آیان لوٹند که نقض حقوق بشری آوایلشنی که بلوچ حق و حقوق سر ما بلوچستان بیگن آیه باره کار بکند. شما چه طریقه کاری ای باره پیشنهاد کنید با فعالان بلوچستان راجی جنبش و آیا مردم بلوچستان در این زمینه توانند کمک کنند تو مؤثر بودند تا که بلوچستان مسئله حقوق بشر به یک نحو مؤثری تحلیل بید؟ ایشی یک از لازم ترین کارانه که پیکی ببی تا پا بلوچستان چو بلوچانه که هر روشانه بیچاره گرند زندانه کنه شکنجه شکنه اعدام شکنه جننگار شکنه تا یتیمه کنند ایشانه پیکی یکی ها دنیای اسی ظلمه آگاه بکن و این کاری که شوی کنی شوی توانی تمام ظلمانه که گنده ایشانه به سازمان های جهانی حقوق بشر سازمان ملل امنستی اینترنشنال سازمان دیدبان حقوق بشر و بقیه سازمان هایی که در حقوق بشر در تمام دنیا فعالن به گوش جهانی هم برسینید و بعدم بر مردم ما در بلوچستان بر تمام بلوچان تمام که به حقوق بشر و آزادی معتقده وقتی که چیزا نگمده شانه گزارش بدند که کیرشگه کجشگه کدی کشگه که دقیق اطلاعات دقیق به اینها و ایشان به صورت سند در بیارید تا به تمام دنیا پخش کنید که دنیا بزان که چه ظلمشان در ایران روی بلوچان و دیگه مردمان ایران کنند و یک به جای عدالت اسلامی و قوت اسلامی بودن فقط زورند شکنجند اعدامند و زندان بدون شک بلوچستان جد یک قومی جدی بلوچ وتی مسائل زانند و کوشش هم همی بیگن که بلوچ طایفه‌ای ترکی یه دولی جنگا درگیر بابند یک بگد و همه دولی که شما با وتی حق و حقوق گرگا متحد ببند و وتی مبارزه چه هنگین هم گیشتر دیمه ببرند تا که وتی حقا برسند و رسند انشاءالله. میں آخری سوال اشند کے وجہ ضمنشی کے تشکر کریں کہ شما ای دعوت میں قبول کتاحت کہ ما لوٹے چے شما اگر شمارا کولوی پیامی پر بلوچستان محلوق و بلوچستان قومی جودکاران کے ہنی میدان عملی مبارزے تو کا ہستن شمارا اگر کلوی است بفرمایید. وجه ما اول تشکر کنم که مارج مهمان کرده ها گریبی احتیم در غربت دانا و منی معاشوه پاک آرزو همشین که روز معاشوه پاک گرده برای همه وقتی ملک وقتی مردم ها همودان کار خدمت بکنی ها و همیشه کنو معاینت وانی وقتی ملک بریم بلوچستان ها که برای از گجر اجازه بگیریم که بریم وقتی ملک بلوچستان شد بدبختی مصیبت توره و مای کلاو پیغام پا بلوچان همیشه گوته بدارند اور ببند حق ببند تا با وقتی حق و حقوقا مبارزه بکنند لسانی که مبارزه کنند حمایت بکنند هرچی دستش رسید ها و میلان که اینی مسجد و هر هوا کنند اینی مولایان کشند تا آیالی تحصیل کرده گراند تا هر روی
ادامه کنند و ما انشالله ما باز امیدواریم که بلوچ پایه دادن و انشالله خدا گناهان تا حق و بلوچ تا جمعیان کسایش ظلم بیتا و هر کم ظلم بکند خدای دیر زود جند ظالم حکومتان خدای جند هنچو که ظالم حکومتان کرده بلوچ هم آزاد بیتا ولی خب بلوچ که هیچ قوم هم آزاد نمیتا بدون بیشی که مبارزه بکن. خیلی ممنون شی که از که تو برنامه شرکت کتاد میں برنامه ساعتا ادان خلاص بید و تا دیمتری دیوان گو شما عزیزان خداحافظی کنن.